عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی. نحوه فرش کردن موزاییک نانو پلیمری. ملات رو شید کردیم اینجا بتونو. یه دفعه نصاب موزاییک رو میکوبونه رو ملات با چکش پلاستیکی. اینی که میگم 2 دفعه فرش میکنیم ما اینجوریه. یه دفعه نصاب الان کوبیده شد کامل تراس شد، یه کم بالاتر دوباره ور میداره چسب مخصوص تهیه شده از سیمان سفید و چسب مخصوص موزاییک نانو پلیمری. اینجا تهیه شده از موادش، حالت دوغاب ریخته میشه دوباره، بعد دوباره موزاییک رو جای قبلیش نصب میشه. نصب فرش کامل موزاییک نانو پلیمری که توضیحاتی در رابطش دادیم برای همکاران و کارفرمای عزیز. کامل یک کف حیات بوده که موزاییک 40x40 نانو پلیمری طرح آجری آوردیم اینجا برای کارفرما عزیز. یه هرزاب هم وسط داشته که کفشوی چدنی پیشنهاد دادیم که در مقابل سرما و گرما آسیبی بهش نرسه. چسب بتون برای تهیه دوغاب زیر کار نانو پلیمری. نصابم آقای پیرزاده و برادر گرامیش، اخوان محترم پیرزاده. دوغاب ریختیم رو بتون. الانم که چکشش بزنه از کامل ناکو تمام زیر کارش دوغاب بزنه بیرون جا. نصاب امروز شوخیش گرفته خدا وکیلی ها. در ضمن همکاران عزیز، بعد نصبم که ما نصب کردیم کارهای دیروز رو که آبش میدیم ما، نکن دقت کنید کامل داره آب میخوره که تو استحکام و دوام و محکمیش خیلی تاثیر داره ای آب دادنه، مخصوصا تو تابستون با این گرمای هوا آب بخوره لا درزای آب مندا آبا بره پایین زیر کار خیلی تو استحکام و دوام و مقاومتش تاثیر داره. واقعا هرچی آب بخوره، روزی 2 دفعه 3 دفعه آب بخوره خوبه.